از من یه توصیه بکنم به تمام ملت شریف ایران، اینا تو کار بیزینس و به خصوص جوانا برای پیشرفت فکر میکنن. نترسید، شجاعت داشته باشید، ریسکی بکنید. الان زمان ریسکی. من عظیم زاده امروز پول اضافه داشته باشم سرمایه گذاری میکنم. هر چیز پس داره کجا را بخواد. فش خودش یه سرمایه گذاری دائمی، این همیشه پوله. ملچ همیشه شما پیشرفت میکنید، چون کشور بزرگ نمیشه ولی ملت زیاد میشه، جمعیت زیاد میشه. پس بنابراین سرمایه گذاری برای ملچ از همه چی بهتره. همه جای ایران خوبه ولی امروز همه میگن، چرا الان همه میگن استانا همه قیمتا اومده پایین، راه چته؟ ولی مازندران الان 2 هفته تلفن خوری ما شده 10 برابر. خب بنابراین رو به رشد همه ملتش رو میدونه. پس بنابراین ببین از این کارا بیاید بیرون. آیا چی خواهد شد، چی میشه؟ چی نمیشه. انشالله همه چی درست میشه. آینده کشورم انشالله خوب میشه. همه چی به نفع کشور ما انشالله به خوبی به پیش میره. برای سیاست فلان شما فکر نکنید. ما کارمون اقتصاده، ما کارمون هنره. ما بیایم به کار خودمون بشیم. کار سیاسی را سپردن به دولت مردان. اون دولت مردان خودشون حل میکنن، یه ذره بالا پایین میشه درست میشه. ولی اقتصاد را سپردن به ما فعالان اقتصاده. من عظیم زاده امروز خرید میکنم. در بازار آتشی خرید کردن اشتباهه. امروز بهترین زمان خرید. آخرین کلام بگم بازم میگم مازندران.